آدمای مقبول بد اخلاق مثل مار خوشخلخال است. بعضی مارا میگه مقبول است که سوستای که قنقشی جور شده، اما که لیش میزنی تا حالت خراب میکنه. تشکر بسیار زیاد. بدان مقبولی خوب است باشه، ولی اگر نبود اهمیت نداره. پول، ثروت، کل از اینا، شهرت، ولی متاسفانه وقتی که ظاهر پرست شدیم حال ما خراب میشه. نلسون ماندلا میگه زیبایی اخلاق زشتی چهره را پنهان میکنه. اگر اخلاقت خوب باشی که چهره زشتی تو رو نمیبینه، غرق اخلاق است. ولی میگه زیبایی چهره زشتی اخلاق پنهان کردن نمیتونه. اگه تو مقبول باشی بد اخلاق زود معلوم میشه. هیچ کس نمیخواد که خوش باشه. نان خوردن نداریم، لباسای قیمتی میپوشیم. دمی وطن ما مردم گدایگر بود، جناب صاحب لباسش از کدام مارک دنیا بود. این بدبختی بیچارگی خودنمایی است. لباس اهمیت نداره. این مجبور میشیم باز تمثیل کنیم دروغ. مثل همون که میگه بچه زنگ زد به نامزد خود سلام خوب است جان جور است چی کردی کجاستی والا از خانه برآمدیم که پدرم دبلیو است پیسه از بانک میکشیم میریم گلبار سنتر خرید. گفت خودت کجاستی؟ گفت دستیت پیش سر میدی بس هستم کرایه دادم. گفتم دو دفعه کرایه ندی. به خاطر که دروغ ترسید. چرا؟